در قسمت قبل دیدیم که چطور سیستم برای بازی کردن ما طراحی شده. اما سوال اینجاست: اگر قدرت به ما داده نمی شود، پس چطور باید آن را به دست آوریم؟ ماکیاولی یاد داد که قدرت هیچ وقت به کسی داده نمی شود. قدرت گرفته می شود، شکل داده می شود و با نفوذ نگه داشته می شود. و در دنیای مدرن، پول بیشتر از این که دنبال استعداد، کار سخت یا حتی هوش باشد، دنبال نفوذ می رود. اگر بتوانی آدمها را تکان دهی، می توانی پول را هم تکان دهی. اگر بتوانی سیستمها را خم کنی، می توانی نتایج را هم خم کنی. این هنر واقعی کنترل است. اول، نفوذ از طریق میل. در دل، نفوذ یک حقیقت خوابیده است. آدم‌ها با منطق حرکت نمی کنند، با میل و اشتیاق حرکت می کنند. تو می توانی بهترین استدلال را بیاوری، قوی‌ترین آمار را نشان دهی، شفافترین منطق را بچینی و باز هم نادیده گرفته شوی. اما اگر بتوانی میل آدم‌ها را قلقلک دهی، تا ته دنیا دنبالت می آیند. میل به ثروت، میل به جایگاه اجتماعی، میل به امنیت، میل به تعلق داشتن. اینها آن نخهایی هستند که باید یاد بگیری بکشیشان. ماکیاولی این را می‌دانست. او نوشت که حاکم‌ها اگر می‌خواهند قدرت را نگه دارند، باید احساسات مردمشان را بفهمند. این را در پول ترجمه کن. قانون ساده می شود. اگر بتوانی پیشنهاد، برند یا حضورت را به یکی از امیال درونی یک نفر گره بزنی، نفوذ مال توست. دوم، قدرت ترس و احترام. معروفترین سؤال ماکیاولی این است: بهتر است دوستت داشته باشند یا ازت بترسند؟ جوابش هر دو. اما اگر مجبوری انتخاب کنی، ترس ماندگارتر است. در دنیای پول، ترس به معنی قلدربازی و ترساندن با زور بازو نیست. به معنی به دست آوردن احترامی است که کسی جرأت نکند از آن رد شود. یعنی خط قرمزهایی تعیین کنی که آدمها از آن عبور نکنند. یعنی قدرت نشان دهی تا بقیه قبل از اینکه بخواهند ازت سوء استفاده کنند، 2 تا 4 تا کنند. موقع مذاکره، موقع فروش، موقع رهبری، آن آدمی که قدرت از خودش نشان می‌دهد، شرایط را تعیین می‌کند. آن آدمی که خم می شود تا بقیه را راضی نگه دارد، همیشه ازش سواری می گیرند. از خودت بپرس: آدم‌ها به زمان تو، به ارزش تو، به حضور تو احترام می گذارند یا از روت رد می شوند چون تو هنوز کنترلت را به دست نگرفته ای؟ سوم، کنترل سیستم‌ها. فقط آدم‌ها نیستند که می شود رویشان نفوذ کرد. سیستم‌ها را هم می شود خم کرد. دولت‌ها قانون می نویسند، اما بازیکن‌های باهوش راه‌های دررو را پیدا می کنند. شرکت‌ها قانون می‌گذارند، اما ذهن‌های تیز از آنها به نفع خودشان استفاده می‌کنند. مالیات، بازارها، قراردادها، همه‌شان سیستم هستند و هر سیستمی نقطه ضعف دارد. برای همین است که به نظر می‌آید ثروتمندان دارند تقلب می‌کنند. آنها قانون را نمی‌شکنند، آنها قانون را خم می‌کنند. از قوانین مالیاتی به نفع خودشان استفاده می‌کنند. از ساختارهای شرکتی برای محافظت از خودشان استفاده می‌کنند. از قراردادها استفاده می کنند تا قبل از اینکه بقیه اصلاً متوجه تله شوند، اهرم را برای خودشان قفل کنند. آدم معمولی از سیستم اطاعت می کند. آدم ماکیاولی سیستم را مطالعه می کند، در آن استاد می شود و به نفع خودش می پیچاندش. چهارم، نفوذ از طریق روایت. قوی ترین نفوذ کنترل مستقیم نیست. شکل دادن به داستانی است که مردم باور می کنند. چرا مردم به برندها اعتماد می کنند؟ به خاطر داستانشان. چرا سرمایه گذارها روی استارتاپ ها پول می گذارند؟ به خاطر داستانشان. چرا پیروان از رهبرها اطاعت می کنند؟ به خاطر داستانشان. آن روایتی که تو دوروبر خودت، بیزینست و چشماندازت می سازی، آن دست نامرئی است که پول و وفاداری را به سمت تو هل می دهد. بدون روایت تو فقط یک چهره دیگر در شلوغی هستی. با روایت تو یک آهنربا هستی. خود ماکیاولی یک داستانگوی فوق‌العاده بود. نوشته‌هایش فقط قدرت را توضیح نمی‌داد، قدرت را خلق می‌کرد. او روی حاکم‌هایی تأثیر گذاشت که قرن‌ها بعد از مرگش زندگی می‌کردند. این یعنی قدرت روایت. پنجم، روانشناسی اهرم. این هم تکه آخر. آدم‌ها قابل پیش‌بینی هستند. دنبال میانبر می‌گردند، دنبال امنیت می‌گردند، دنبال اطمینان می‌گردند. اگر تو بتوانی خودت را در جایگاهی قرار دهی که انگار تو اونی هستی که اینها را ارائه می‌دهی، نفوذ برایت مثل آب خوردن می‌شود.
ثروتمندان دنبال کسی نمی‌دوند. آنها جایگاه سازی می‌کنند. آنها چارچوب را طوری می‌چینند که بقیه بیایند سراغشان. آنها در جلسه آخرین نفر صحبت می‌کنند تا حرف‌هایشان وزن بیشتری داشته باشد. آنها محیط را کنترل می‌کنند تا تصمیم‌ها به نفع آنها تغییر کند. این به معنی دستکاری چیپ نیست. این استراتژی است. این استفاده از روانشناسی است برای اینکه کفه ترازوی پول، قدرت و احترام را به سمت خودت سنگین کنی. حقیقت این است: تو لازم نیست همه را کنترل کنی. تو فقط باید به اندازه کافی نفوذ داشته باشی که سیستم به نفع تو خم شود. ثروتمندان دنبال آنهایی می‌روند که تصورات را فرماندهی می‌کنند، شرایط را تعیین می‌کنند و انتخاب‌های آدم‌ها را جابجا می‌کنند. پس بگذار با این سوال رهایت کنم: اگر همین الان وارد یک اتاق بشوی، آدم‌ها خودشان را با تو تنظیم می‌کنند یا تو خودت را با آنها تنظیم می‌کنی؟ ثروت فقط پول نیست، تصوری است که از تو وجود دارد. ماکیاولی این را در سیاست فهمیده بود. یک حاکم لازم نبود واقعاً خوب باشد، فقط کافی بود به نظر خوب بیاید. همین قانون در پول هم صدق می کند. تو لازم نیست ثروتمند باشی تا ثروتمند به نظر بیایی و اگر این را بفهمی، ظاهر می تواند درهایی را برایت باز کند که خود ثروت واقعی هیچ وقت نمی توانست باز کند. این هم حقیقت تلخ. آدم‌ها دنبال پول نمی‌روند، دنبال سیگنال‌های پول می‌روند. آنها به بهترین آدم اعتماد نمی‌کنند، به اونی اعتماد می‌کنند که شبیه بهترین‌ها باشد. نمی‌پرسند کی واقعاً قدرتمند است، می‌پرسند کی به نظر قدرتمند می‌آید. برای همین است که تصویر تو مهم است. این غرور و خودنمایی نیست، این استراتژی است. 1. اثر حاله اعتماد به نفس. مردم همان چیزی را راجع به تو باور می‌کنند که خودت راجع به خودت باور داری. اگر جوری رفتار کنی که انگار لیاقت موفقیت را داری، مردم همان جوری باهات رفتار می‌کنند، خیلی قبل‌تر از اینکه شماره‌های حساب بانکیت این را توجیه کند. اعتماد به نفس مثل آهنرباست. آدمی که با قاطعیت حرف می‌زند، سرمایه‌گذار جذب می‌کند. زنی که برای بلند پروازیش عذرخواهی نمی‌کند، احترام به دست می‌آورد. این غرور نیست، این اهرم است. ظاهر اعتماد به نفس فرصت‌هایی را خلق می‌کند که پول به تنهایی هرگز نمی‌تواند. 2. ارزش ارتباطات. اینکه کنار کی وای میستی مهمتر از این است که خودت کی هستی. اگر با برنده‌ها دیده شوی، مردم فرض می‌کنند تو هم برنده‌ای. اگر در اتاق‌های درست دیده شوی، مردم فرض می‌کنند تو به آنجا تعلق داری. ماکیاولی به حاکم‌ها توصیه می‌کرد که متحدینشان را با دقت انتخاب کنند، نه فقط برای قدرتشان، بلکه برای ظاهرشان. ثروتسازهای مدرن هم همین کار را می‌کنند. آنها ارتباطاتشان را مدیریت می‌کنند تا سیگنال قدرت بفرستند، حتی قبل از اینکه خود ثروت تثبیت شده باشد. از خودت بپرس: همین الان ارتباطات تو دارن راجع به تو چی می‌گویند؟ 3. توهم کمیابی. آدم‌ها دنبال چیزی می‌دوند که فکر می‌کنند نمی‌توانند به دستش بیاورند. کمیابی یکی از قوی‌ترین ابزارهای تصور است. اگر وقت تو همیشه در دسترس باشد، ارزشش می‌آید پایین. اگر محصول یا خدمت تو همه جا ریخته باشد، مردم برایش ارزشی قائل نیستند. اما اگر گزینشی به نظر بیایی، انحصاری به نظر بیایی، سختگیر به نظر بیایی، آدم‌ها دنبالت می‌دوند. برندهای لاکچری در این کار استادند. آنها کیف و ساعت نمی‌فروشند، آنها جایگاه اجتماعی می‌فروشند. آنها توهم نایاب بودن را می‌فروشند و مردم پول‌های دیوانه‌واری می‌دهند فقط برای اینکه بخشی از آن توهم باشند. تو هم می‌توانی در میدان خودت همین را پیاده کنی. دسترسی به خودت را کنترل کن. برای در دسترس بودنت محافظ بگذار و خودت را در جایگاهی قرار بده که مردم مجبور باشند برای رسیدن بهت تلاش کنند. 4. تئاتر موفقیت. این هم یک حقیقت ماکیاولی. گاهی وقتها باید تظاهر به قدرت کنی تا وقتی که قدرت واقعی از راه برسد. ثروتمندان تایید اجتماعی را می‌فهمند. آنها می‌دانند که تصور موفقیت خود موفقیت واقعی را جذب می‌کند. برای همین است که بیزینس‌های نوپا اغلب بیشتر از این که روی محصول خرج کنند، روی برندینگ خرج می‌کنند. برای همین است که کارآفرین‌ها شیک‌تر از چیزی که حس می‌کنند لباس می‌پوشند. برای همین است که استارتاپ‌ها جوری ارائه می‌دهند که انگار همین الانش هم بازار را گرفته‌اند. این تئاتر بازی کردن است، اما جواب می‌دهد. چون آدم‌ها ذاتاً طوری ساخته شده‌اند که دنبال ظواهر بروند. آنها نمی‌خواهند اولین نفر باشند، آنها می‌خواهند به چیزی ملحق شوند که به نظر می‌رسد برنده شده است.
فکر کن. ترجیح می‌دهی روی کسی سرمایه گذاری کنی که به نظر می‌آید دارد غرق می‌شود یا کسی که به نظر می‌آید دارد روی آب شناور می‌ماند؟ تصورات تصمیم را می‌سازند. اینجاست که اکثر مردم گیر می‌کنند. می‌گویند اما این دغل‌کاری نیست؟ این فیک نیست؟ و این هم جواب ناراحت کننده. نه، این دغل‌کاری نیست. این استراتژی است. چون ظاهر قرار نیست جای واقعیت را بگیرد. قرار است به واقعیت سرعت بدهد. وقتی از تصور استفاده می‌کنی، دروغ نمی‌گویی. داری باور می‌سازی. داری اعتماد به نفس را سیگنال می‌دهی تا وقتی که نتایج بهت برسند. هر بازیکن بزرگی در تاریخ سیاسی، مالی، کارآفرینی این کار را کرده است. از پادشاه‌ها بگیر تا مدیرعامل‌ها. دفترچه راهنمای ماکیاولی می‌گوید قبل از اینکه قدرتمند بشوی، قدرتمند به نظر برس تا قدرت به سمتت بیاید. خب این برای تو چه معنی دارد؟ یعنی باید شروع کنی به مدیریت کردن تصویرت، ارتباطاتت، سیگنال‌هایت. نه برای خودنمایی، نه برای ارضاء نفس، بلکه برای استراتژی. چون پول فقط سراغ آدم‌های ماهر نمی‌رود، سراغ آدم‌های باورپذیر هم می‌رود. زندگی تو می‌تواند به طرز چشمگیری عوض شود، فقط به محض اینکه بقیه تو را متفاوت ببینند. درها باز می‌شوند، فرصت‌ها پیدا می‌شوند، اهرم‌ها چند برابر می‌شوند و وقتی تصور با واقعیت یکی شد، ثروت سیمانی می‌شود. پس بگذار یک چالش بهت بدهم. اگر فردا یک نفر قرار بود فقط بر اساس ظاهر تو قضاوتت کند، اعتماد به نفست، شبکت، تصویرت، آیا فرض می‌کرد که تو در سرنوشتت ثروتمند شدن است یا اینکه تو در کمیابی گیر کرده ای؟ پول درآوردن یک بحث است، نگه داشتنش یک بحث دیگر و ساختن ثروتی آنقدر با دوام که بعد از مرگت هم بماند یک بحث کاملا متفاوت است. ماکیاولی این را عمیقاً می‌فهمید. او فقط راجع به دست آوردن قدرت نمی‌نوشت، راجع به حفظ کردنش هم می‌نوشت، راجع به ساختن ساختارهایی که در یک لحظه از بین نروند، طوری که حتی اگر شاه سقوط کرد، قلعه سر پا بماند. پول هم همین است. بردهای سریع، پول بادآورده، شانس‌های یهویی، اینها شکننده اند. به محض اینکه سیستم عوض شود، بازار تغییر کند یا انرژی خودت تمام شود، اینها هم دود می‌شوند و می‌روند هوا. اما ثروتی که استراتژیک و با نگاه بلند مدت ساخته شود، درست نیافتنی می‌شود. این یعنی رفتن از درآمد به سمت میراث. یک، میراث در برابر درآمد. اکثر مردم دنبال درآمد می‌دوند، یک حقوق، یک فروش سریع، یک معامله شانسی. ثروتمندان دنبال میراث می‌گردند. میراث یعنی تو فقط در حال روی هم گذاشتن پول نیستی، داری ساختاری می‌سازی که چه تو باشی چه نباشی ادامه بدهد. می‌تواند دارایی‌هایی باشد که رشد می‌کنند، بیزینس‌هایی که بزرگ می‌شوند یا سرمایه‌گذاری‌هایی که نسل‌های بعدت را هم تأمین می‌کنند. درآمد با تو می‌میرد، میراث بعد از تو هم زندگی می‌کند. تو دنبال کدام یک هستی؟ 2. اصل قلعه ماکیاولی. ماکیاولی به حاکمان توصیه می‌کرد قلعه بسازند، سنگرهایی که نشود با یک حمله گرفتشان. در ثروت، قلعه تو می‌شود متنوع سازی. آدم فقیر یک راه درآمدی دارد، از دستش بدهد همه چیز می‌پاشد. طبقه متوسط شاید 2 تا داشته باشد، اما ثروتمندان امپراتوری‌هایی می‌سازند که کلی در، کلی راه خروج و کلی جریان پول دارند. اگر یکیش سقوط کند، بقیه سر پا می‌مانند. برای همین است که ثروت واقعی ناعادلانه به نظر می آید. در حالی که اکثر مردم با از دست دادن یک شغل وحشت می کنند، ثروتمندان آن ضربه را جذب می کنند و می روند جلو. اگر آماده ای که کامل وارد ذهنیت شکارچی بشوی، کنترل ثروتت، نفوذت و زندگیت را به دست بگیری، پس یک درخواست آخر ازت دارم. این ویدیو را لایک کن. کانال را سابسکرایب کن. آن زنگوله نوتیفیکیشن را هم بزن. چون ما ادامه می دهیم به کنار زدن این لایه‌ها و بهت نشان می دهیم چطور این قوانین را تیز کنی و تبدیل به سلاح‌هایی کنی که هر روز با خودت حمل می کنی. اینها حرف‌های قشنگ و انگیزشی یک لحظه‌ای نیستند. این استراتژی برای یک عمره. هر ویدیوی جدید ادامه این دفترچه راهنماست. هر درس تو را به دست نیافتنی شدن نزدیکتر می کند. و اگر تا به حال قسمت اول این را ندیده اید یا می خواهید قسمت‌های بعدی را دنبال کنید، حتما کانال را سابسکرایب کنید تا هیچ رازی از این دفترچه راهنما را از دست ندهید. و در آخر همین پایین کامنت بگذار. به هم بگو کدوم کانون رو می خواهی اول اجرا کنی. به هم بگو چطور می خواهی از شکار بودن دست برداری و شکارچی بشی. سفر تو همان لحظه‌ای شروع می شود که متعهد می شوی. همان لحظه‌ای که عمل می کنی. چون ثروت داده نمی شود، گرفته می شود.
کنترل تعارف نمی شود، تصاحب می شود. و دنیا فقط به آن آدمی احترام می‌گذارد که بی سر و صدا، استراتژیک و بدون لحظه‌ای تردید حرکت می‌کند. نوبت توست.